محکوم شده بود. خود او و طرفدارانش این حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. در گفتار است که دار یا هر دو همه دادی وطن خواهی مثلا اما نمیدونن گپی نماینده حکومت همین خیر است. نماینده حکومت در سود دعوای اگنتی را دستگیری کرد، یعنی ما طرفدار اون هستیم که شهردار بکار کرده شد، در اونجا در حقیقت ورزشگاه مثلا ساخته شد، ما به ورزشگاه نیاز داریم. یعنی که در آخر میگوید که نه ما این مقصد نداریم، ما مرام نداریم، مردم بگذار کار کنن، مردم بگذار به جای کار تامین باشه. رفتاری و یارو ببینید که رفتاری که کارسازیان به همون گفتارشون عموما درست ناماده ایستاده است. یعنی طلب یک چیز است، سویمور که بازار ایواز کرده شود، آدم‌ها را ایجا گیرن، کوچونن، همون ورزشگاهی که دایش که لازم نیست، همون ورزشگاه که عموما مبلغی ندارن که بسازن، یک ولنگو را گیرن مونن. همین قدر گپ است. بعد اینجا شما اشاره به اون کردید که یعنی دعوای آژانسی کاملا رد کرده شود چون اون یعنی مؤسسه تعلیمی نیست، به همین دلیل اطراف همین هم میگفتید. نه، یکم مثلا ما اون گفتیم که اگنتی حقیقتا در اساس قانون